زن از قبرغه کج آفریده شده است و گفت همون جذابیت زن هم همین است که وای از قبرغه کج است یا کج بودن او عیب شماریده نمی شود، زیرا میگه زیباگی ابرو هم در کجی همون است. زیلهاز یعنی بعضی خطاها، بعضی لغزش هایی که یا بعضی نافرمانی هایی که زن میکند، میگه با تمام نیرو یعنی با تمام قوت حرکت نکن که وای راست کنی، زیرا امکان دارد که راست کردنش بشکند و شکستنش معنوش این است که وای تو طلاق کنی. پیامبرمون در حدیث میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة این کره منها خلقا رضی منها آخر. میگه جوانای عزیز غضبناک نشوین در هر یک کار زن. اگر یک کار زن ترا غضبناک کند، کار دیگرش با ترا راضی میگرداند.